بچه به نظرتون این دماغ عمل احتیاج داره آخه؟ به نظر من آره. من همینجوری حالت عادی شاید دماغم اوکی باشه یکم خب، ولی میخندم میاد پایین. این منو آزار میده، این منو داره اذیت میکنه. آقا واقعا عباس اینقدر دماغ داره، نمیدونم چرا گیر داده. آجی دماغم اذیتم داره میکنه. به نظرم یه ذره کوچیک‌تر بهتر میشم. بهتر نمیشم خدای کسی شما. به چیزی گفته؟ نه خودم نظر خودمه. کسی طالبم نگفته دماغت بده. داداش ما دماغ داشتیم اینقدر بود، پره داشتیم اینقدر پره. دماغ گوش میگن تا آخر اون بزرگ میشه. حاجی این بخواد بزرگتر از این بشه اصلا اذیت میشم. بابا تو اصلا دماغ نداری که بخواد بزرگترم بشه، خیلی دماغت کوچیکه. میدونی رو چی حساس شده؟ رو اینکه میخنده به منم میخندم نه که ببینیم میاد پایین. خب دیگه تو که دماغت طبیعیه. نظر بچه‌ها رو بگید. نظر شما چیه؟ بچه‌ها به نظر یه بار نیمرخ چپ رو بگیر، نیمرخ راست رو بگیر.